با شما هستیم در دومین اپیزود زوج درمانی، جایی که آدم‌ها یاد می‌گیرند پشت جمله‌های تند یک درد پنهان است، پشت سکوت یک انتظار و پشت فاصله یک نیاز دیده نشده. جناب دکتر، اگه یکی از زوجین تمایل به مراجعه نداشته باشه، باز هم زوج درمانی مؤثره؟ سوال خیلی خوب و رایجیه. اتفاقا خیلی از مراجعین اینو از من میپرسن، دوستانی که تشریف آوردن برای اینکه حتی یک طرف رابطه رو بهبود بدن. باید بگم بله، حتی اگر یک نفر برای ایجاد تغییر اقدام بکنه، گاهی الگوی ارتباطی رابطه رو تغییر میده با رفتار آگاهانه و بالغانه‌ای که از مشاوره کسب میکنه. البته حضور هر دو نفر معمولاً اثر بخشتره، اما مخالفت اولیه همیشه به این معنی نیست که درمان بیفایده است. گاهی رفتار بالغانه یکی از طرفین طرف دیگر رو هم ترغیب میکنه تا در جلسات درمان شرکت بکنه. یکی از نگرانی‌های رایج در زوج درمانی اینه که نکنه درمانگر طرف یکی از دو نفر رو بگیره. جناب دکتر، آیا واقعاً این اتفاق میفته؟ اصلا اینجوری نیست. زوج درمانگر قاضی نیست که مقصر رو مشخص کنه. نقش درمانگر اینه که الگوهای ارتباطی رو شناسایی بکنه، به هر دو نفر کمک کنه همدیگر رو بهتر درک کنن و راهکارهای مؤثرتری برای تعامل پیدا بکنن. همینو بس. دکتر، طلاق عاطفی دقیقاً یعنی چی؟ زوجی که هنوز زیر یک سقف زندگی میکنن ممکن از نظر عاطفی از هم جدا شده باشن؟ دقیقاً. توی طلاق عاطفی رابطه از نظر قانونی ادامه داره، اما صمیمیت، گفتگو و احساس نزدیکی بین زوجین کمرنگ یا از بین رفته است. ممکنه کنار هم زندگی بکنن، اما بیشتر شبیه دو همخونه‌اند تا یک زوج. خوشبختانه اگه این وضعیت زود تشخیص داده بشه، در بسیاری از موارد میشه برای بهبود رابطه اقدام کرد. وقتی که گفتگوها فقط به مسائل روزمره محدود میشه، زمان با کیفیتی رو با هم نمیگذرونیم، یا احساس میکنیم که حرفامون شنیده نمیشه، یا ترجیح میدیم مسائل مهم زندگی رو با دیگران در میان بگذاریم که بسیار هم آسیب زننده است به رابطه، اینا میتونن از نشانه‌های فاصله عاطفی یا طلاق عاطفی باشن. وجود یکی از این نشانه‌ها به تنهایی به معنی طلاق عاطفی نیست، اما اگر این الگوها ادامه دار بشن، بهتره خیلی جدی گرفته بشن. گاهی فهمیدن همدیگه تازه اول راهه. ادامه این مسیر رو در اپیزودهای بعدی با هم قدم میزنیم.